امروز دوستا با کمپانی کابل آمدیم در عده قندار و اینجا موترهای VIP کاملا جدید را آوردن که سهولت ها و ویژگی های بسیار خوبی را برای مسافرین محترم که قرار هست سفر بکنند دارند. دې اولینه فایده او سادگی د سواری د استراحت لپاره ده. مثلا کدی څوک د پښو درد لري، د مولا درد لري، د بدن درد لري، مریض په تکلیف په دغه موټرو کې اسوده سفر کولای شي. یعنی پښې کایت نه ایر کنډیشن لري، د انټرنیټ سیستم لري. در موترهای VIP هم که آماده سفر کردیم؟ والا ما آره سفر کردیم VIP چند بار VIP بسیار سهولت‌های بسیار خوب داره. اولا سهولتش و مثلا ماحولش که مثلا بسیار صاف است، تمیز است. تیکت سفرتان است دیگه؟ بله تیکت سفر است. یعنی دوستان موتر VIP هم ست کردن دیگه؟ بله موتر VIP است دیگه. چون ما در اعلانات یعنی شرکت ترانسپورتی احمد شاه عبدالی شنیده بودیم که موتر VIP چه خصوصیات داره که سیستم وای فای داره، همچنین سیستم غذا داره، برای مریض یک چپرکت خاص داره. سلام بینندای خوب هدف میدیا، وقتتان بخیر، امیدوارم خوب صحتمند و سرحال باشید. باز هم در یک دیگر از برنامه هدف میدیا امید بکتاش در خدمتتان هست و ما امروز دوستا با کمپانی کابل آمدیم در عده قندار و اینجا موترهای VIP کاملا جدید را آوردن که سهولت ها و ویژگی های بسیار خوبی را برای مسافرین محترم که قرار هست سفر بکنند دارند. اینکه موترها چی ویژگی های خوب داره و چی سهولت ها را برای مسافرینش به بار میاره، بهتر است که بریم با مسئول شرکت صحبت بکنیم، بیشتری موتر را به تصویر بکشیم و همچنان این ویژگی‌ها و خوبیاش را بیشتر از خودشان پرسان می‌کنیم. شما هم تا آخر برنامه ما را بیننده باشین ایسان و ویژگی خوبی موترها را بدانین و شما ایزانی که قرار هست سفر بکنین با این موتر هم سفر بکنین راحت و با این ویژگی خوبی که قرار است بر شما گفته شود. ما را همراهی کنین دوستان عزیز. سلام، خوب هستی؟ سلام برادر، خوب هستی؟ جان جور بخیر هستی؟ بخیر باشی، سلامت باشی رفیق. اول بر دوستا خودت معرفی کن. والله خودم علی هستم، علی قربانی دیگه. میخوایم یک سفر داشتم به طرف هرات. بسیار خوب علی جان. حتما مسیرت از رفت آمد زیاد میکنی کاملا؟ والله آره، مسیر مسافرت از دیگر که باشه، مثلا مسافرت زیاد میکنه یکیش. بسیار خوب. تا حالا در موترهای VIP هم که آماده سفر کردی؟ والله ما آره سفر کردیم VIP چند بار VIP بسیار سهولت‌های بسیار خوب داره. اولا سهولتش و مثلا ماحولش که مثلا بسیار صاف است، تمیز است و دومش دیگه است. بعضی هم مریض است دیگه است، میگم چوکیای راحت بشینم مثلا بهتر راحت تر است، کمر درد نشم، پای درد نشم، اذیت نشم. و دومین سومین خوبیش است که مثلا وای فای داره. بعضی سیم کار نمیته، اگه مسیر خود من رفتم مثلا سیم کار نمیته ولی وای فای داره و البته میتونه با خانواده خود راحت مثلا آدم صحبت کنه چیک کنه. بسیار خوب. تمام چند ویژگی خوب را داشته دیگه، ویژگی هم داره موتر VIP؟ والا ویژگی های خوب داره، مثلا با مشتری های خود، با مثلا با رفتارهای خود بسیار. طرفیا که موتر آمد من خودم بسیار بجای استاد هستی. بسیار میتر امی کلینراش بسیار میتر رابط خوب با مسافرها داره. مثلا بسیار هر چیز یک چیز خاصی از خود داره. یک چیز دیگه است. یک چیز دیگه است بالکل. بخیر باشید. تشکر علی جان. سفر خوش باشید. زنده باشید. شما سلامت باشید. تشکر. السلام علیکم، شما خوب هستید؟ روزتون بخیر، خوب هستید؟ سلامت باشین، قربانتان. میشه اول بر دوستا یک معرفی بکنید؟ بنده متیولا سعید، باشنده ولایت ننگرهار. بسیار خوب. سعید جان، طرف ننگرهار سفر دارید دیگه؟ بله ما ننگرهار آمدیم، هدف سفر ما طرف هرات است دیگه. طرف هرات. دوستا رقم ما چی میگن هفته و کم ما را گنج ساخته ننگرهار کجا ما؟ چون هوای ننگرهار بسیار گرم است، کابل خوب است، هوای سرد است نسبتا به ولایت ما ننگرهار. این تیکت سفرتان است دیگه؟ بله تیکت سفر است. یعنی دوستا موتر VIP هم ست کردن دیگه؟ بله موتر VIP است دیگه. چون ما در اعلانات یعنی شرکت ترانسپورتی احمد شاه عبدالی شنیده بودیم که موتر VIP چه خصوصیات داره که سیستم وای فای داره،
همچنین سیستم غذا داره، برای مریض یک چپرکت خاص داره. در راحت مسافر بسیار راحت است، چون مردم خوشحال است. ما خاطر زمین کس چون قیمتش سعی نکردیم، ما به خاطر راحتی خود سعی کردیم انتخاب کردیم. یعنی دوستا خوب است. من می‌خواستم امیر از پیشتون پرسان بکنم کدام ویژگی‌ها را داره. خوب است گفتن. قبلا هم باز کدام بار دیگه سفر کردید؟ نه، امی دفعه اول ما قبلا سفر کردیم دیگه بخشایشون موتورشون نو چون کونه بدین درا کمی سفر نمیتونید که چون بسیار مسافرین ما مشکلات دچار بدین. ولی الحمد موتور است مسافرین ان شاء الله مشکل نداره و مسافرین با راحت کس و هدف خود میرسونه. بسیار راحت به هدف میرسن. کدام ویژگیش از همه کرده بیشتر توجهت را جلب کرد خاصی که بیا یک بار سفر بکنید این موتور بیایید؟ خوبی موتور وی پی است که بسیار صاف است، ما ستر است، پاک است. چون کارمندش کس هم خدمتش بسیار خوب مردم هستند، اما خوب بر خود رو از طریق امر مردم پیش میبرین. دیگه ان شاء الله بسیار خوبی داره، بسیار زیاد. بخیر باشین، سفر خوش برید. سلامت سلام یوسف. و علیکم سلام. تم ستړی مشي. بخیر باشین، سلامت. اول برای دوستان میشه یک معرفی بکنین خدا. من مجید بهاءالدین د احمد شاه بابا ابدالی ترانسپورت نماینده. خب بسیار خوب یوسف. اول میشه که یک معلومات بدین در مورد موتورهای وی آی پی تان برای دوستان. معلومات خو دغه موټر چې موږ اخیستی دی دغه 2x1 چې ورته وایي دا ډېرې روپۍ دي، مثلا په 80,000 په 80,000 په 90,000 تر 1 لک روپو پورې سرمایه ګزاري پې کړې ده. همدام را وارد کړي دي د دې ګرانو هیوادوالو دپاره چې همدې ته خدمت وکړي، هم په دې کې اوسا ولاړ شي اوسا راشي. بسیار خوب ماشاءالله. میشه اینم بر دوستا بگوین آقای صاحب که این موتورهای وی آی پی چی ویژگی‌های برتر را نسبت به موتورهای دیگه که شما اینجا دارین چی ویژگی‌های خوب را داره؟ دې اولینه فایده او سادگی د سواری د استراحت لپاره ده. مثلا کدی څوک د پښو درد لري، د مولا درد لري، د بدن درد لري، مریض په تکلیف په دغه موټرو کې اسوده سفر کولای شي. یعنی پښې کیت نه ایر کنډیشن لري، د انټرنیټ سیستم لري او ځای پراخ آزاد د چوکۍ کم دي، نفر کم نسی نو نیوی دی یخچالو په هر څه باندې مجهز دی، مثلا هر څه وای هغه مجهز دی. خب بسیار خوب. شما گفتین که موتورها نو هستن، مسافرها راحت میرن، وای فایش باز کد اینا ندارن، مسافرها برایش چیز خو نیستن، باز زحمت نیستن مثلا کد نیاز داشته باشه. بعضی دوستا بیان مجبور هستن که پشت کد ازی بگردن کدش پیدا بکنن. نه ان شاء الله بسیار ترتیبشان هر چیزشان برابر است. یعنی و هیچ مشکل هم نداره. بسیار خوب. این موتورها نسبت به موتورهای دیگه گفتین که تعداد مسافرین کمتر هست. چند نفر گنجایش داره این موتورتون؟ چند نفر مسافر انتقال میده؟ دا لڅلويشتو او لشپوش درسو تر څلويشتو پورې اضافه نه راځي. تر شپوش درسو کې چوکۍ دي او نه څلويش چوکۍ دي الا څلويش چوکۍ. دغه چوکۍ تر نورو کم دي، مثلا هغه نور سدي له کمپنۍ نه 55 راځي، شپوش 50 و 50 دغه بیا چې راځي شپوش درس و درس نه درس تر څلويشتو پورې. خو موږ لګرانو هیوادوالو دغه تمه لرو چې په دې کې سیګریټو زاولی او چټل شی ونه غورځي او په لږه سره احتیاط وکړي. هغه اشغالدانۍ چې مالته پرته ده په ډېر احترامانه ډول دوی دغه تقاضا لرو چې دوی په هغه شی په کچردانۍ کې واچوي، له دغه موټر سره احتیاط وکړي ځکه دا میمنخانه ده د ټولو سره ګډه. واقعا نه دوستا، هر کسی که من مطمئن هستم دوستا وقتی بیان ببینن موتور اینقدر پاک و صفا و مقبول هست اونا هم دلشان نمیشه. این موتورها باز کثافت‌دانی هم داره. وقتی که دوستا مثلا چیز نوشیان میکنن، بیسکیت، پاپر، زیاتر دوستا نوشیان میکنن. داره اینا باز هر سیټ ځان ته خپل اشغالدانۍ لري که دوی فکر وکړي یو بغل بل بغل ته متوجه سي یا په هغه کلینر خدمتګار باندې غږ وکړي هغه ورته هغه ځای شي دغه کچره په همدغه ځای کې واچوه. نو په دې کې به بیا دوی دغه وظیفه پوره کړي او پاکي جز د ایمان ده، د هر سړي وظیفه ده چې باید دا پاکي رامنځته شي په هر څه کار کې. دوستان عزیز البته فراموش ما نشه که آقای صاحب معلومات میته در مورد موتور. بعد از اونجا رفیق دیگه ما هست، هر چیزی را که آقای صاحب نام گرفت دانه دانه باز ما میریم تا آخر موتور رو برتانه رو کدامش نشان میدیم. آقای صاحب این چوکی را گفتین قابلیت قاطی شدن نداره، بازی برای مسافری که در چوکی پشت سر شسته مزاحمت ایجاد نمیکنه؟ نه خو هغه چوکی ما غمره چپکیږي لکه داسې څومره راځي هغه غمره شاته ځي بلم زیدای تر پایه هر چوکی خپل ترتیب لري. بخیر سلامت باشین. کدام ویژگی دیگه هم اگر داشته باشه که ما فراموش ما شده باشه پرسان نکرده باشیم، کدام ویژگی خوب برتر اگر داشته باشه میشه برای دوستان بیان بکنید؟ بهتر هم دغه د په دغه کڅوک یو
درد مولا چې ولري له دا چوکۍ نه راکته کېدای شي او په دغه مابینځ کې کښېنستلی شي نه ډېر پراخ آزاد ځای لري په دغو کې یو قسم دي چې اوس دا ګوره یو څه تنګ ده داسې ورته وګورې ځینې بیا دي ډېر پراخ دي دا مابینځ یې داسې پراخ جوړ شوی لکه مېلمنخانه نو هغو دپاره دوی کولی شي بیا کښېني ځان استراحت کړي او بیرته خپلې چوکۍ ته پورته شي یعنی دوستایی که با چوکی راحت نیستن روی موتر هم بسیار فرش مقبول گرفتن میشه که بشینن. بخیر سلامت باشین. آقای صاحب تشکر از شما. کدام پیام حرفی گفتنی بر دوستا اگر داشته باشین کمری و دخل سلامت بسیار تاسم جهان مننه بس ټول هیوادوال دی خدای راولي او خدای دې ټول هیوادوال په خپل سفر باندې په خیر ورسوي او له ټولو هیوادوالو دغه تمه ده چې له ډریورانو سره په لار کې مواجه په دې نشي چې تیز ولاړ سه څومره چې د موږ وس کېږي په موږ چې خلک وایي چې تاسې تیز دی موږ همدغه وصیت ده همدغه مسؤل دي که نه کنټرول د حکومت کار ده نو موږ وایو چې راځئ دا خبرې ورته کوو دا ګرانو هیوادوالو ته تلواره مه کوئ کوشش کوي چې یو ساعت ناوخته وي دا سړک تر اوسه خراب ده نو هغه د اوس امارت اسلامي کوشش کوي دا جوړ کړي الله دې توفیق ورکړي چې زر تر زر یې وغرغوي او جوړ یې کړي او په دې کې هغه شی هم ورسره جوړ کړي چې د دې سړک حریم موږ ته معلوم کړي اوس ګوره کوچنی هم په سړک ولاړي غرفه هم په سړک ایښي موټر هم بې ځایه توقف وي نو له امارت اسلامي کې دغه تمنا او توقع ده او دغه غوښتنه ده چې دوی ټرافیک کوي کې او ټرافیکو کې په شهرا کې خلک استقدام کې چې هغه شهرا کې د شپې او د ورځې خلک کنټرول وکړي له یوه ولایته تر بله له یوې ولسوالۍ تر بله د سړک حریم پیدا شي او بیا په آزاده توګه خلک سفر وکړي. بله بخیر و سلامت باشین دوستای عزیز. آقای صاحب چه خوب یک نقطه خوب را اشاره کرد اما دیر رسیدن بهتر است از نرسیدن کرده او که 5 دقیقه 10 دقیقه اکثر وقت میرسین او خوب است از اینکه خدای ناکرده باز ساده سا بکنین و بالاخره اتفاقات بد براتون راه خیلی خوب است. خیلی ممنون آقای صاحب بخیر باشین. تشکر از تاسم یو جهان مننه سلامت. دوستای عزیز شما هم چند تصویر مقبول و زیبا از موتر تماشا بکنین. در ادامه هم با رفیقی که اینجا است میرین چیزایی که آقای صاحب براتون قصه کرد یاد کرد در لابلای برنامه تمامش براتون به تصویر میکشونیم و شما هم بیننده باشید. دوستای عزیز تصاویر مقبول و زیبا را از موتر بیننده بودین. رفیق ما که اینجا بود چون قابلیت گنجایش 2 نفر اینجا نداشت تمامش برای ما توضیحات داد که دانه به دانه قرار هست ما براتون تشریح بکنم و ببینیم که چی ویژگی خوب داره این موتر. حاجی صاحب هم صحبت کرد در لابلای صحبتاشون. یکی که اینجا دوستای عزیز جای چارجر موبایل هست ساکت برق هست. دوستایی که سفر میکنن بیشتر وقت با کمبود چارج گوشی مواجه میشن از این بابت نگرانیتان حل هست. میتونین چارجر هم میتونین اگر داشته باشین موبایلتان را چارج بکنین و همچنان این قسمت هم جای گلاس هست نوشابه اگر نوشجان میکنین چای میخواین نوشجان بکنین به قسمت هم میتونین که غذا نوشجان بکنین. این دوباره باش دوستا قاط بکنیم ویژگی خوب از موترهای وی آی پی هست. اینجا هم دوستا چای هست جای هست از کنترلای تلویزیون هست که هر کدام چوکی هست اینا یک تلویزیون داره که مسافرین محترم در هنگام سفر دق نبیارن میتونن تلویزیون تماشا بکنن و همچنان یک ویژگی بسیار خوبه که موترها را مد نظر گرفتن و واقعا بسیار خوشم آمد مرا دوستایی بود که اینجا جای گوشکی برش مد نظر گرفته یعنی که اگر زمانی که شما میخواین تلویزیون تماشا بکنین در داخل موتر این باعث ایجاد مزاحمت برای دیگه دوستایی که در موتر هستن نمیشه. فقط گوشکیتون را وصل بکنین اینجا تلویزیون را هم از همینجا میتونین کنترل بکنین چینل چنج بکنین یا هم صدای موزیکش را پایین بالا بکنین. به این طرف چوکی خود ما دوباره دوستا در قسمت پایین اینجا دوستا به خاطر راحت بودن پایتان یک چوکی بگوییم برش دوستا یک آلی را مد نظر گرفتن که این را میتونین پایین بکنین اگر راحت نبودین اگر میخواستین قسمت بالا هم میاد دوستا که به خاطر راحتی پایتان خیلی خوب است. دوستایی که پایدار هستن مثلا نمیتونن زانویشان را قاط بکنن خیلی راحت میتونن اما تا اوار کنن زانویشان را و اگر بخوایم این چوکی ها را و پشت سرم میتونیم مثلا به حالت خمیده بیاریمش که استراحت هم بکنیم بسیار راحت با چوکی پشت سرم مزاحمت نمیشه دوستا. و این قسمت هم اگر دوست داشتین که دستتان را بگذارین بانینش اگر نیک دوست نداشتین دوستا میتونین که به طرف بالا قاط بکنین مزاحم نیست مثلا سر رایتان. این ویژگی های خوب این موتر بود که مد نظر گرفتن در موترهای وی آی پی دوست داشتین سفر بکنین با این. خب دوستا وقتی قدر ویژگی ها را گفتیم حتما دوست دارین سفر بکنین. من خب عاشق سفر در این موتر هستم هر ولایتی که من سفر بکنم
حتما در این موتر یک بار سفر میکنیم. اگر امکانش بود حتما براتون به تصویر میکشانیم ببینین شما هم که چقدر راحت است. و خوبی دیگه چی است دوستا که اینجا هم جایی به خاطر زباله ها مد نظر گرفتن. دوستایی که مثلا خسته میخواین نوش جان بکنن، پاپر نوش جان بکنن، انرژی، هر اون چیزی که سفر بدون چیزا نمیشه از نوش جان میکنن میتونن اینجا بگذارن، روی موتر هم کثیف نسازن. و دوستا یک ویژگی دیگه که اینجا مد نظر گرفتن، ایر کندیشنر را به صورت انفرادی هم مد نظر گرفتن. مثلا میتونی به صورت انفرادی هم روشن بکنی، هوای تازه، هوای سرد که مثلا برای خودت تنها باشه. دوستا با شوکی رو دوباره بالا بکنیم که زیاد پیشتر نرفته باشیم نویزاده سیم. خب دوستای عزیز، این قسمت هم همچنان یک چیز دیگه که بسیار خوب است مد نظر گرفتن برای مسافرین محترم، زباله‌دانی ها به صورت انفرادی است. دوستایی که مثلا در سفر بدون خسته مثلا پاپر، انرژی، چپس اینا نمیرن، وقتی که اونا رو نوشیان میکنن میشه که با سمو چیزایی که از او باقی میمانه را اینجا بگذارن که زیاد مثلا موترم کثیف نسازن. دوستا حالا هم دوستای عزیز در مورد ویژگی خوب از این موتر ما براتون صحبت کردیم. حالا هم میریم بیرون موتر با دوستایی که قرار هست مسافرت بکنن با موترهای وی آی پی یا هم مسافرت کردن قبلا، از اونا پرسان میکنیم ویژگیاش را. ما را همراه کنین دوستای عزیز. خب دوستای عزیز، این بود گزارش امروز ما که از موترهای وی آی پی براتون تقدیم کردیم و شما هم در مورد موترهای وی آی پی معلومات حاصل کردین که چه ویژگی خوب را نسبت به موترهای دیگه داره. و من مطمئن هستم عزیزایی که این برنامه را دیدن حتما تصمیم میگیرن بعد از اینکه سفر کردن در موترهای وی آی پی سفر بکنن. من بسیار زیاد خوشم اومد ویژگیاش و حتما اگر سفر کردم موترهای وی آی پی را انتخاب میکنم. خیلی ممنون از شما عزیزان که بیننده برنامه خودتان بودین. انتقاد، نظریه، پیشنهاد دارین پای کامنت بر ما بنویسید. یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام هم ما را تعقیب کنید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.